سلام، امیدوارم که عالی باشید. من ندا هستم. به این ویدیو خوش اومدین. بافت این شراگ رو میخوام بهتون نشون بدم که برای خودتون و عزیزانتون ببافید. امیدوارم که دوست داشته باشید. حالا بریم بهتون نشون بدم. خب بچه‌ها، برای بافت شراگمون من از چند رنگ استفاده کردم. شما میتونین از یک رنگ ساده استفاده کنین یا از نخهای 7 رنگ استفاده کنین. نخ من نه ضخیم و نه نازک، متوسطه و 1 متر نیاز داریم و سوزن، قیچی و 1 میله قلاب بافی شماره 4. خب به خاطر اینکه سایزمون مشخص بشه باید دستامون به موازات سرشونمون باز کنیم و از این مچ دستمون تا این مچ دست دیگمون زنجیره بزنیم. من برای خودم 200 تا زنجیره لازم دارم که بزنم. برای استارت کارمون به این صورت زنجیره میزنیم. 3 4 5 6 7 8 9 10 12 200 تا زنجیره میزنیم و برمیگردیم. خب من 200 تا زنجیره رو زدم بچه‌ها. اندازه‌شو میگیرم بهتون بگم. نه خب که این زنجیره ها رو زدم تا میزنم و اندازهش سایزش میشه 24 اینچ. 24 اینچ من زنجیره زدم. خب بچه‌ها، ما قسمت روی زنجیره ها کار نداریم و از قسمت پشت این زنجیره ها شروع به بافت می‌کنیم. یه زنجیره میزنیم و از قسمت پشت زنجیره اول کار نداریم. زنجیره دوم از قسمت پشت زنجیره. پای کوتاه میزنیم. به این صورت. قسمت رو ما کار نداریم. قسمت پشت زنجیره ها ما شروع به بافت میکنیم. قسمت پشت. به این صورت تا انتهای نخمون میبافیم. خب رسیدیم به انتهای کار. تمام پای کوتاه رو زدم و الان رنگ دیگه میخوام بس کنم. به این صورت و 3 تا زنجیره میزنم. 1 2 3. و اینجا نخمو قیچی میزنم. انتهای اون نخمو به این نخ دیگه گره میزنم. به این صورت. خب کارمون رو برمیگردونیم و از این قسمت شروع میکنیم به بافتن. یه پای بلند میزنیم و اولین حفره کنار همین زنجیره ها یه پای بلند میزنیم. به این صورت و قسمتی که
حفره داره ما شروع به بافت کنیم و این قسمت بالا زنجیره ها کار نداریم و این قسمت کارمون رو شروع میکنیم. 1 2 3 سومین حفره 3 تا پای بلند میزنیم. 1 2 3 دوباره 1 2 3 سومین حفره 3 تا پای بلند دیگه. یک دو سه 1 2 3 سومین حفره 3 تا پای بلند. به همین صورت تا انتها کار تکرار میشه. رسیدیم انتهای کارمون. قسمت آخر 1 2 3 اینجا 2 تا پای بلند میزنیم بچه ها که یک قسمت یک ردیف راست بشه، همه توی یک ردیف قرار بگیره. این 2 تا دیگر رو نمیگیرم چون میخوام نخم عوض کنم. این صورت نخم قیچی میزنم و به اینجا گرفت. و 3 تا زنجیره میزنم 2 3 و کار رو برمیگردونم. این قسمت این حفره های ما بین این بافتامون 3 تا پای بلند میزنم به این صورت. 1 2 3 این ردیف بچه ها ما 1 زنجیره میزنیم و بافتامون رو ادامه میدیم، ولی قسمت ردیف 2 تا پایه میزنیم که این ردیف کنار کارمون در یک ردیف قرار بگیره. دوباره تو حفره بعدی 3 تا پای بلند دیگه میزنیم. به همین صورت تا آخر کارمون تکرار میشه. خب رسیدیم انتهای کارمون. این قسمت هم باید 3 تا پای بلند بزنیم. به این صورت و انتهای کارمون به خاطر که کارمون در یک ردیف قرار بگیره باید اینجا یک پای بلند بزنیم. به این صورت میزنیم که اینا با هم نچسبه، نزدیک نباشه و کارمون تو یک ردیف قرار بگیره. یک بار دیگه براتون میزنم.
اینجا 2 تا میگیریم و اینجا 1. به این صورت من نخم عوض میکنم. به این قسمت رنگ نخم رو عوض میکنم. 1 2 3 و اینجا نخم رو گره میزنم. کار رو برمیگردونم. این قسمت یک پای بلند میزنم. طبق بافت شماره 2 رو تو ردیف 4 میبافیم. 1 2 3 4 این ردیف 4 میشه و دوباره بین بافتامون 3 تا پای بلند دیگه میزنیم. به این صورت. ردیف 5 بچه‌ها باید طبق ردیف 3 ببافیم، یعنی 1 پایه ابتدای کارمون و انتهای کارمون باید بزنیم. به همین صورت یکی در میون جاهای کارمون عوض میشه تا اون سایزی که میخوایم ببافیم. خب بچه‌ها حالا چطوری سایزمون رو مشخص کنیم که ما تا چه اندازه باید بافتمون رو ادامه بدیم؟ شما باید دور بازوتون رو اندازه بگیرین و تقسیم بر 2 کنین عددش رو و هر عددی که در اومد شما باید بافتتون رو ادامه بدین. خب بچه‌ها من دور بازومو اندازه گرفتم 14 اینچ و تقسیم بر 2 میشه 7 اینچ و من 7 اینچ کارمو ادامه دادم. برای یقه شراگمون بچه‌ها باید قسمت وسط بافتمون رو مشخص کنیم، نه سمت چپ باشه نه سمت راست باشه، وسط کار ما پیدا میکنیم، علامت گذاری میکنیم و اون بستگی به سلیقه خودتون داره که چقدر یقه شراگتون میخواد باز باشه یا بسته باشه. من تقریبا 11 اینچ یقه شراگم بازه و میریم برای ادامه بافتمون. الان 3 تا زنجیره میزنم برای شروع کارمون دوباره و 3 تا پای بلند مابین بافتام. این قسمت بچه‌ها روی کار منه. به همین صورت کارمون رو ادامه میدیم. تا این قسمتی که علامت زدیم میبافیم. این قسمت هم باید 3 تا زنجیره بزنیم. دو 3. از این قسمت تا این قسمت باید زنجیره بزنیم. 1 2 3. هر 3 تا زنجیره یک دونه گل میشه. پس برای این گل 3 تا زنجیره زدیم، برای گل بعدی باز 1 2 3. هر 3 تا یکی میشه. پس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ما 13 تا اینجا گل داریم. از این قسمت تا این قسمتی که علامت زدیم و باید زنجیره بزنیم. خب رسیدیم این قسمتی که علامت زدیم. این قسمت هم باید 3 تا پای بلند بزنیم. 1
2 3. به این صورت میشه بچه‌ها قسمت یقه شراگمون و کارمون رو دوباره ادامه میدیم. به همین صورت تا آخر کار. من بافتم و از ابتدا دوباره شروع کردم تا این قسمت رو بافتم و این قسمت دور یقه رو بهتون نشون میدم که چه مدلی باید ببافیم. حالا رسیدیم قسمت زنجیره ها. حالا باید ما طرح این گل رو روی قسمت زنجیره ها ببافیم. خب اولین زنجیره ما 3 تا پای بلند میزنیم. 1 2 3. دوباره 1 2 3. سومین زنجیره و 3 تا پای بلند دیگه. 1 2 و 3. دوباره 1 2 1 2 3 و 3 تا پای بلند. 1 2 3. به این صورت بچه ها بافتامون روبروی هم قرار میگیره. 13 تا گل داشتیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 و این قسمت روی زنجیرم باید 13 تا گل بزنیم. این هم قسمت آخر زنجیرمون. 3 تا پای بلند میزنیم. 1 2 3. به این صورت دوباره 3 تا پای بلند ما بین این گلامون میزنیم. 1 2 3 همین صورت تا آخر کارمون تکرار میشه. ببینیم بچه ها گلایی که رو زنجیره زدیم 13 تا گل زدیم و قسمت پایین یقمون هم 13 تا گل داریم و روبروی هم قرار دارن. باید قسمت جلو و پشت شراگمون یک اندازه باشه. 15 ردیف برای قسمت جلو بافتیم و 15 ردیف برای قسمت پشت باید ببافیم. کارم تمام شد با ردیف های قسمت جلو و پشت. و حالا زنجیره قسمت پایین رو میزنیم. من رنگ نخم رو عوض کردم. رنگ نخ شروع کارم رو الان بس کردم و یک زنجیره میزنم. این قسمت هایی که حفره داریم، این قسمت حفره داریم نخ میگیریم و یک پای کوتاه میزنیم.
به این صورت تا آخر بافتمون کار تکرار میشه. و نخهای اضافه‌مون رو مخفی میکنیم. قسمت وسط بافتمون که میخوایم باز باشه باید وسط قرار بگیره و یقمون هم باید وسط بافت قرار بگیره. این نکات مهمه و سمت راست و چپمون هم یک سایز باشه. 18 اینچ من قسمت وسط رو باز گذاشتم. 18 اینچ. حالا آستینامون رو با هم متصل میکنیم. از سر آستین شروع میشه تا قسمت هایی که علامت گذاری کردیم سمت راست و سمت چپ آستینامون رو وصل میکنیم. حالا به این صورت سر آستینمون رو وصل میکنیم. زنجیره اول دو طرف رو میگیریم. به این صورت نخو میکشیم بیرون و یک زنجیره میزنیم و نیم دایره های داخل رو هر دو طرف رو میگیریم. به این صورت نخو میکشیم بیرون و از داخل این حلقه رد کنیم. به این صورت نیم دایره های داخل و همین صورت ادامه میدیم تا قسمتی که علامت گذاری کردیم. ببینید به این صورت تا قسمتی که علامت گذاشتیم بس میکنم. من دو تا آستینام و اتصالاتش رو انجام دادم. هر دو طرف این قسمت رو انجام دادم تا این قسمتی که علامت زدم نخم و قیچی زدم و این قسمت دیگه تا این قسمت من نخم و قیچی نمیزنم و میخوام پایین بافتم و یک بافت هلال مانندی انجام بدم. به این صورت میزنیم. قسمت آخر دوباره دو تا زنجیره میزنیم. یک دو و نخو میگیریم رو قلاب و یک دو سه چهار. چهارمین حفره دوباره نخو میگیریم و یک پای بلند میزنیم. یک دو سه و یک زنجیره میزنیم. دوباره تو همون حفره سه تا دیگه پای بلند میزنیم. یک دو سه. یک دو سه چهار و چهارمین زنجیره یه پای کوتاه میزنیم. دوباره نخ میگیریم روی قلاب و دوباره یک دو سه چهارمین حفره یه پای بلند دیگه میزنیم. یک دوباره تو همون حفره دو سه. سه تا پای بلند یک زنجیره میزنیم. دوباره تو همون حفره سه تای دیگه میزنیم. یک دو سه. دوباره یک دو سه چهارمین حفره یک دو سه چهار و یه پای کوتاه میزنیم. به این صورت دور تا دور
کارمون رو میبافیم. خب من دور تا دورشو بافتم، قسمت آخر رسیدم که به این صورت پای کوتاه میزنیم. این قسمت زنجیر اینجا یه پایه وصل میزنیم و کارمون رو قیچی میزنیم. به این صورت. حالا من میخوام برای دور یقه یه بافت کوچیک بزنم، پای کوتاه بزنم، ولی اگر شما دوست داشته باشید میتونید از این بافتی که برای قسمت پایین زدیم برای دور یقه استفاده کنید. از این قسمت یک زنجیره میزنیم به این صورت. و این قسمت هم به این صورت یک پای کوتاه میزنیم. روی این زنجیره هایی که زدیم 2 تا پای کوتاه میزنیم و روی این بافتامون 1 دونه پای کوتاه میزنیم. همین صورت دور تا دور یقه رو قلاب میزنیم. خب بافت شراگ منم تموم شد بچه ها. امیدوارم که دوست داشته باشین. لایک و ساب فراموش نکنید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.